وایسی من چکش کنم. اینجا جا هست. سلام میکنم خدمتتون، خیلی خوش اومدین به جلسه امروزمون. من اول در مورد این فرمای توضیح بدم، اگر ندارید از دم در بردارین لطفا. اطلاعاتتون رو وارد کنین که ما بعدا برای رفرنس خودمون میخوایم که داشته باشیم و اگر دوباره انشالله خواستیم به ما مراجعه بکنیم بتونیم ازش استفاده کنیم. فقط در مورد این که یکی پرسیده سابقه کار شما در ایران، منظور این نیست که چند ساله، منظور اینه که چه سابقه چه کاری میکردین و دقیقاً پوزیشن شغلیتون رو بنویسید. مثلا برای کسایی که سنشون بالاتره ننویسین بازنشسته یا کارمند یا آزاد، دقیقاً بنویسین چه کاری، مثلا صاحب مغازه پوشاک مثلا یه همچین حالت. و جایی که گفته که زمان دریافت ویزای توریستی، تاریخ دقیقی که شما اپلیکیشناتون رو سند کردین که میخوایم ببینیم دقیقاً چقدر گذشته از زمانی که ویزاتون رو گرفتیم، لطفاً تاریخش رو بنویسید.
بقیه‌اش هم که دیگه فکر می‌کنم مشخص باشه. حالا میزان دارایی نقدی و غیر نقدی شما که غیر نقدی شامل تمام چیزایی هستش که حالا به اسم شماست، مثل ملک، زمین، وسیله نقلیه است یا هر چیزی که فکر می‌کنید. اینو اگر لطف بکنید که برای ما پر کنید ممنون میشم. من جلسه رو شروع می‌کنم. حالا اگر دوستانی به ما اضافه شن یه تشریف میارن میشینم. من از طرف سازمان مهاجرتی مهران حلبی خدمتتون هستم. خود آقای حلبی اگر بتونن امروز یه رو 20 دقیقه تشریف میارن چون جای کار داشتن، ولی من و ایشون هر دو ICCRC ممبر هستیم، یعنی عضو سازمان نظارت و مشاور مهاجرت کانادا هستیم و شماره ثبت داریم و لایسنس داریم که حالا بیشتر در مورد همه این موارد براتون توضیح خواهم داد. آقای مهران حلبی که رئیس شرکت ما هستن، ایشون از سال 2011 لایسنسشون رو گرفتن و مجوز رسمی فعالیت دارن. در واقع 53 تا پرونده در حال اجرا ما داریم الان، 323 تا پرونده موفق تا حالا داشتیم و 5434 تا مشاوره ایشون ارائه کردن. دفترمون در وست ونکوور هستش و در خدمتتون هستیم. خود من اسمم سمانه هستش، فامیلی من کاوه‌ایه. من پارسال لایسنسم رو گرفتم، الان تقریبا 1 سال شده و در این شرکت فعلا به صورت ایمپلویی مشغول کار هستم. 15 تا پرونده در حال اجرا در حال حاضر در دستم هستش، 11 تا پرونده موفق داشتم و 389 مورد مشاوره که این مشاوره ها به صورت حضوری هست، آنلاین یه سری هستن که از ایران آنلاین بوک میکنن و ما تلفنی باهاشون صحبت میکنیم و خیلی هم به ندرت مشاوره‌های به صورت ویدیو کال داریم. امروز همونطور که میدونید موضوع بحثمون روش‌های تبدیل ویزای توریستی به اقامت دائم هستش. احتمالاً خیلی از شما یا خودتون ویزیتور هستید یا حالا برای خانواده یا پدر مادر یا برادر خواهرتون اینجا هستید یا مثلا کسانی که توی ایران از دوستان و اقوامتون هستن ویزای توریستی دارن و میخوایم بدونیم که چجوری میتونن این ویزاشون رو به حالت اقامت تبدیل بکنن. اول یه توضیح کلی من بدم که این قضیه تبدیل ویزای توریستی به اقامتیه شاید یه اصطلاحیه که خیلی حالت تجاری پیدا کرده، شاید خیلی دقیق تبدیل نیستش. معنیش بیشتر اینه که شما میایید یه اپلای مجدد میکنید برای یک حالتی از اقامت که ممکنه احتمالاً این کار رو از داخل ایران هم میتونستید انجام بدید، منتها توی یه سری از حالت‌ها اتفاقی که میفته اینه که انجام دادن اون حرکت از داخل کانادا براتون به دلایلی آسان‌تر و سریع‌تر ممکنه بشه که حالا در موردش توضیح خواهیم داد. یکی از آپشن هایی که وجود داره ویزای تحصیلی هستش که شما بخواید ویزای توریستیتون رو به تحصیلی تبدیل کنید که حالا به صورت کلی برای افرادی مناسبه که زیر 40 سال باشن و بالای دیپلم، یعنی یه دیپلمی حداقل داشته باشن، زمان متوسط یا خوبی داشته باشن، علاقه‌مند به تحصیل آف کورس و اینکه یه تمکن مالی حداقل $30,000. این به خاطر اینه که شما باید بتونید اثبات کنید که برای 1 سال زندگیتون حداقل پول دارید که اون 1 سال تعریفش حالا طبق شهرهای مختلف شاید یه ذره متفاوت باشه ولی حدوداً $30,000 میشه، چون اونها مینیمم درآمد رو در نظر میگیرن به اضافه شهریه‌ای که شما باید بدید. و این یه توضیحی که اینجا من دوست دارم بدم در مورد زبان هستش. یه سری کالج ها هستن یا دانشگاه ها که شما اگر که مثلا به شما میگن باید آیلتس 6 داشته باشین برای اینکه پذیرش بگیرید، حالا شما مثلا ندارید، آیلتس 5 دارید یا 4 دارید یا زبانتون در حد پایین‌تری هستش، این امکان رو به شما میدن که یه کورس زبان توی اون کالج بردارید به مدت 3 ماه 4 ماه هر چقدر، تا زمانی که زیر 6 ماه باشه اون کورس، حالا زبان یا هر کورس آموزشی، تا زمانی که زیر 6 ماه باشه با ویزای توریستی اجازه دارید اون درس رو بخونید و نیازی ندارید که ویزای دانشجویی داشته باشید. در نتیجه اتفاقی که میفته شما میتونید برید توی اون کالج یا دانشگاه دوره زبان بردارید، مثلا یه کورس 3 ماهه و بعد اول کالج کاری که میکنه به شما یه چیزی میده به نام پذیرش شرطی یا conditional acceptance. بعد میگه که شما بیا به شرط اینکه این دوره زبان ما رو با موفقیت طی بکنی و نمره‌ای که ما میخوایم رو بگیری، میتونیم برات رفع شرط کنیم و پذیرش شرطیت رو تبدیل به پذیرش قطعی بکنیم.
بعد از اینکه پذیرش قطعی رو گرفتی، حالا اپلای میکنی برای استادی پرمیت. خوبی این موضوع، این حالت پذیرش شرطی اینه که شما از داخل کانادا میتونید ویزاتون رو تبدیل به ویزای دانشجویی بکنید، یا در واقع حالا در مورد این فرق ویزا و پرمیت هم بهتون میگم، و نیازی نیستش که دوباره برید بیرون یه دور برید ترکیه انگشت نگاری بکنید. اون داستانا رو دیگه نداره. از همینجا یه اپلیکیشن آنلاین میفرستین و ویزاتون یا پذیرش یا استاتوستون تغییر میکنه به استودنت. یه خوبی مهمی که داره، یکیش همین موضوعه که شما بیرون لازم نیست برید. دومیش اینه که درصد قبولی این نوع اپلیکیشن ها که از داخل کانادا میفرستیم خیلی بیشتر از اپلیکیشن هایی که شما از ایران میفرستید ترکیه، به خاطر حالا سیاست های مهاجرتی هستش و اینکه خب ترکیه باید حساب کنید که خیلی تعداد اپلیکنت ها زیاده و اینها تو هر ویزا آفیسی یک لیمیتی دارن برای تعداد ویزاهایی که صادر میکنن و خب وقتی که لیمیتشون رو بهش میرسن دیگه ویزای جدیدی به کسی نمیدن. ولی اینجا دیگه قرار نیست ویزا به شما بدن. حالا اینجا میرسیم به اینکه اصلا ویزا و پرمیت چه فرقی با هم دارن. ویزا مجوز ورود به یک کشور هست، بنابراین شما وقتی داخل یک کشور هستین دیگه نمیتونید برای اون کشور ویزا بگیرید. مثل اینکه شما داخل ایران باشید برای ایران بخواید ویزا بگیرید، هیچ معنی نمیده. در نتیجه وقتی که شما داخل کانادا هستید باید پرمیت بگیرید، ورک پرمیت یا استادی پرمیت. دیگه ویزا مال موقعی که اگر برید بیرون دوباره بخواید بیاید. و یادتون باشه که اگر پذیرشتون از این مرکز تحصیلی شرطی نباشه، یعنی شما مثلا اونجا آیلتس 6.5 میخواد، شما آلردی آیلتس 6.5 رو دارید، نمیتونید از داخل کانادا تغییر استاتوس بدید، باید حتما برید بیرون. و این اشتباهیه که خیلی مرتکب میشن و باعث ریجکشن یا ریفیوزال پرونده تحصیلی شد. برای اینکه برای ویزای تحصیلی اقدام کنید، حالا به صورت خلاصه مراحلش این هستش که اول باید از اون کالج یا دانشگاه پذیرش بگیرید که خب احتمالاً من نیازی فکر نمی‌کنم باشه فرق کالج و دانشگاه رو بگم، ولی به صورت کلی دانشگاه مرکز آموزشی هستش که دیگری به شما میده مثل لیسانس و فوق لیسانس و اینها. کالج مرکزی هستش که سرتیفیکیت یا دیپلم معمولاً به شما میده. و یه موضوع دیگه ای هم میخوام بگم برای پدر مادرها که پدر مادرهایی که بچه دارن، بچه‌های سن مدرسه‌ای، اگر که به خاطر این میخوان تغییر استاتوس بدن برن روی ویزای استودنت که بچه‌شون رو بذارن اینجا توی مدرسه به صورت رایگان، حتما باید دیگری پروگرام ثبت نام بکنن اگر که کالج خصوصی میخوان برن. یعنی اگر شما دانشگاه برید کلا اوکیه، اگر کالج دولتی برید اوکیه، اگر کالج خصوصی بخواید برید و پروگرامی باشه که دیپلم یا سرتیفیکیت میده، بچه‌تون رو اینجا رایگان ثبت نام نمی‌کنن. این یادتون باشه. پس اول پذیرش میگیرید، بعد حالا اگر لازم باشه اون دوره زبان رو میگذرونید، یعنی اینجا میشه پذیرش شرطی یا قطعی. بعد از اینکه به هر حال پذیرشتون به قطعی رسید، درخواست ویزای تحصیلی یا استادی پرمیت میدید، بسته به اینکه از داخل باشه یا از خارج. دوره‌ای که باید بگذرونید اگر میخواید با هدف اقامت باشه باید حداقل 8 ماه باشه که عملاً 8 ماه رو ما ریکامند نمی‌کنیم. 1 سال رو هم خیلی ریکامند نمی‌کنیم به خاطر اینکه مخصوصا اگر جوان هستید و هدفتون اینه که بعدش ویزای کار بتونید بگیرید، ویزای کاری که شما بعد از تحصیلتون میگیرید به اندازه دوره تحصیلتونه. مثلا اگر 1 سال درس خوندید بهتون ویزای کار 1 ساله میدن و بعداً اگر میخواید هدفتون اینه که برای اقامت از طریق اکسپرس انتری با استفاده از اون کانادین اکسپریانستون اقدام کنید، اون کانادین اکسپریانس باید حداقل 1 سال باشه. یعنی اگر شما دوره تحصیلی 1 ساله گذروندین، رایت اوی که از دانشگاه میاد بیرون باید کارتون رو پیدا کنید. یعنی مثلا اگر 1 ماه بگذره اون وقت سابقه کارتون میشه 11 ماه، دیگه الیجیبل نمیشید برای کانادین اکسپریانس. برای همین ما ریکامند میکنیم که همیشه دوره‌های تحصیلی حداقل 2 ساله رو بردارید که دیگه با این مشکلات هم مواجه نشید. و یادتون باشه که پست گریجویشن ورک پرمیت یا ویزای کار پس از تحصیل که حتما در موردش شنیدید، به دوره‌هایی تعلق میگیره که داخل دانشگاه یا کالج دولتی گذرونده بشن. اگر شما کالج خصوصی درس بخونید، الیجیبل برای پست گریجویشن ورک پرمیت نخواهد. بعد ویزای کار پس از تحصیل اگر باز میگم کالج دولتی یا دانشگاه درس بخونید میگیرید و بعد یک کار
کانادایی پیدا باید بکنید. این کار باید واجد شرایط برای اقامت باشه، مثلا کاری مثل کشیری برای اقامت واجد شرایط نیست، باید حتما یک لول شغلی خاصی به بالا باشه که حالا من خیلی نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی اینا لول بندی دارن. مشاغل باید توی لول 0A یا B باشه. اگر مشاغل نیمه ماهر یا بدون مهارت رو بریم توش، مثل کشیری، فروشندگی، کارهای جنرال، اینها هیچ کدوم الیجیبل نیستن برای اقامت دائم. بعد آپشن بعدی شما برای تبدیل کردن ویزای کار هستش. این ویزا مناسب برای افرادی که بین 25 تا 50 سال هستن. حالا مثلا میگیم من 51 سالمه میتونم، بله، ولی یک فردی که بالای 60 سال یا 55 ساله واقعا منطقی نیستش که برای ویزای کار اپلای کنه. شما کلا وقتی که در مورد مهاجرت میخواید تصمیم بگیرید، همیشه تو ذهنتون باشه که باید یه کار منطقی انجام بدید. یه فردی که 65 سالشه تو دوران بازنشستگیشه، منطقی نیستش که بیاد بگه من میخوام ویزای کار بگیرم. برای همین درصد ردیش خیلی بالاست. برای همین ما میگیم که اگر ماکسیموم تا 50 دیگه نهایت 55 سالتون هستش میتونید از این استفاده بکنید. حداقل مدرک دیپلم، مگر اینکه واقعا هدفتون این باشه که مثلا 2 سال بیاد اینجا توی شغلی مثل تمیزکاری برید و 2 سال کار کنید و برید ایران، که مطمئنم هیچ کس هدفش همچین چیزی نیست. وگرنه بقیه مشاغلی که یه لول خوبی داشته باشن و به شما کمک بکنن برای اقامتتون، دیگه حداقل مدرک دیپلم رو از شما میخوام. زبان، ببینید بیاین که در مورد زبان انگلیسی صادق باشین با خودتون و خودتون رو گول نزنید. واقعا زبان انگلیسی چیزی نیستش که بخواید ازش فرار بکنید. آخرش، اولش، وسطش همیشه شما به این زبان نیاز دارید و باید بالاخره یادش بگیرید. هرچی از الان بخواید ازش فرار بکنید، کارتون رو فقط به تعویق میندازید. وقتی یک کلاینتی برمیگره به من میگه من زبانم صفره و میخوام ویزای کار بگیرم، من بهش میگم که خب شما با خودت فکر بکن. با زبان صفر اصلا برفرض که ویزارم بگیری، برفرض که لب مرزم افسر از شما هیچ سوالی هم نکنه، شما چه شکلی میخوای توی محیط کانادایی کار بکنی؟ مثلا حتی اگر آشپز هستی، یکی به نونو بده به من، اگر نمیفهمی اینو، چه شکلی میخوای اونجا با کارمند و همکار و رئیس دیل بکنی؟ برای همین ما نمیگیم که خیلی آیلتس 8 داشته باشیم، ولی حداقل آیلتس 4، حالا مدرک آیلتس مد نظرم نیست، زبان در سطح آیلتس 4 و 5 رو واقعا باید بدونید، وگرنه کارتون به مشکل برمیخوره به صورت جدی. و اینکه باید توی اون شغلی که میخواید ویزای کار بگیرید حداقل 1 سال سابقه کار داشته باشید. سابقه کار در همون زمینه‌ای که دارید براش ویزا میگیرید. مثلا برای همین این فرم دلیل اینکه پرسیده شما سابقه کارتون چیه تو ایران همینه. اگر شما توی ویزای توریستیتون تو اپلیکیشن زدید من مثلا CEO شرکت بودم، بعد یه دفعه میاد اینجا میبینید خب جاب آفری با عنوان CEO شرکت نمیتونید بگیرید، میخواید برید جاب آفر با عنوان آشپز بگیرید، خب نمیشه، به خاطر اینکه سابقه کارتون باید مچ باشه با اون جاب آفری که میگیرید. حالا اینجا یه راه در روی ایجاد میشه، اونم اینه که شما زمانی که ویزای توریستیتون رو اپلای کردین کی بوده. مثلا 2016 اپلای کردید، مثلا اونجا نوشتین که من CEO شرکت بودم، 2016 تا الان 2 سال گذشته، در نتیجه میتونیم رو اون مانور بدیم، بگیم که مثلا تو اون بازه زمانی 2016 تا 2018 من شدم کارمند اداری، حالا میام از طریق کارمند اداری مثلا کار پیدا میکنم. روندی که برای گرفتن ویزای کار هستش، اولش اینه که پیشنهاد شغلی باید پیدا کنید. خب مسلماً سخت‌ترین قسمتش هست. حالا این پیشنهاد شغلی راه‌های مختلف داره پیدا کردنش. یکی اینه که خودتون پاشین برین اون ور رزومه بفرستین، بگردین، با دوست و آشناهاتون صحبت بکنین، بالاخره یه چیزی پیدا بکنین که یه کارفرمایی پیدا بکنین، بگین من میخوام والنتیر برات کار کنم، بگین من میام پیشت یه مدتی کار رو ببینم، یا مثلا دختر خاله دوستتونه، یا یه اتفاقیه دیگه که یه کسی رو، یه بیزینسی رو پیدا میکنین حاضر میشه که حالا به شما جاب آفر بده. که حالا روی این من بیشتر صحبت خواهم کرد. و مرحله بعدیش اینه که اون جاب آفر
این رو یادتون باشه جاب آفر صرفا یک نامه یا قرارداد نیست که شما با یک کارفرما امضا بکنید و بعد برید لب مرز بگید من ویزا میخوام. جاب آفر باید یک سری مراحل قانونی سخت و پیچیده در حد 3-4 ماه رو طی بکنه، اپلای بشه به اداره کار یا سرویس کانادا که اون اداره کار باید صحه بگذاره روی اون جاب آفر. به این معنی که اون کارفرما باید اولا واجد شرایط باشه برای دادن جاب آفر. مثلا نمیتونین بگین که اوکی دوستتون امروز یه بیزینس ثبت بکنه فردا بیاد به شما جاب آفر بده، نمیشه. باید حداقل 1 سال ران شده باشه، چند تا کارمند روی پیرول داشته باشه، تکس داده باشه، رونیو یا درآمد نشون داده باشه، سوددهی نشون داده باشه، سودی که اعلام کرده باید منطقی باشه در حدی که بتونه بگه من میخوام یه کارمند جدید استخدام کنم. خودتون فرض کنید یه بیزینسی هست مثلا 2017 سودش رو $10,000 اعلام کرده، بعد الان میاد شما رو به عنوان آیتی منیجر استخدام میکنه، $70,000 میخواد حقوق بهتون بده. خب منطقی نیست. باید اینا همه با هم دیگه مچ باشه. پس یک بحث میشه الیجیبل بودن یا واجد شرایط بودن اون بیزینس که اداره کار میاد اینو بررسی میکنه ببین اصلا اون بیزینس واجد شرایط هست به شما جاب آفر بده یا نه، حقوق شما رو میتونه بده یا نه، میتونه حقوق قانونیتون رو رعایت بکنه یا نه. بعد اینا که اپلای کردن $1,000 هم خود اون کارفرما باید بده برای این کار. 1 ماه باید تبلیغات بکنه و اثبات بکنه که هیچ فرد کانادایی یا پرمننت رزیدنتی وجود نداشته توی این پوزیشن که بخواد استخدام بکنه و در مرحله بعد حالا میخواد شما نوعی رو به عنوان کارمند تو اون پوزیشن استخدام بکنه. بعد اگر که حالا همه چیزش کنار هم درست بود و اون سرویس کانادا قانع شد که ایشون واجد شرایط تو این تا اینجا اصلا با فرد شما کاری نداره، فقط با بیزینس کار داره که حالا این خیلی آسون نیستش، بیشتر مثلا شرکت‌های بزرگ میتونن این کار انجام بدن. و وقتی که قانع شد بالاخره که اوکی حالا شما میتونید جاب آفر بدید، یک برگه‌ای برای اون کارفرما میفرسته به نام LMIA یا Labor Market Impact Assessment. در واقع میگه که استخدام این نیروی خارجی روی بازار کار کانادا تاثیر منفی نخواهد داشت. وقتی که اون LMIA رو گرفت اون کارفرما تازه میتونه بیا بگه اوکی آقای ایکس بیا با من قرارداد امضا کن. وقتی که قرارداد رو امضا کرد، رزومه رو داد، گرفت، یعنی مدارک رو آماده کرد، حالا چه اتفاقی میفته؟ اینجاست که بین شمایی که داخل کانادا با ویزیتور ویزا هستید با اونی که خارج از کانادا از ایران میخواد اپلای کنه یه فرق مهم پیش میاد. اونم اینه که شما میتونید با اون برگه المانی و مدارکتون برین لب مرز زمینی بین کانادا و امریکا. به این حرکت میگن فلگ پول، یعنی میرید دور میزنید، میرید انگاری که از مرز خارج میشید و دوباره میاد تو، ولی عملا نمیرید آمریکا. یه فاصله‌ای هست بین مرز کانادا و آمریکا که به هیچ کدوم از این کشورها انگار تعلق نداره یا به هر دو تعلق داره. شما میرید آفیس آمریکا و میگید من میخوام فلگ پول کنم، یه انگشت‌نگاری ازتون میکنن، یه برگه بهتون میدن، میان کانادا. لب مرز افسر مهاجرت باهاتون حرف میزنه. اینجاست که زبان انگلیسی باید بدونید. من به عنوان وکیل با شما هم بیاین، به من میگه شما تشریف بیار بشین و از شما سوال میکنه. اگر نتونید سوالاشو جواب بدید، توی اون LMIA نوشته ریکوایرمنت این شغل زبان انگلیسیه، میتونه شما رو به خاطر زبان انگلیسی ندونستن رد بکنه. و حالا اگر که تمام این شرایط خوب پیش بره، به هر حال تو اون لحظه به شما ورک پرمیت میده، دیگه ویزا نیست اسمش، بهش میگن اجازه کار یا ورک پرمیت. یک کاغذ A4 شکل همون استادی پرمیت و توش نوشته که شما تا کی اجازه کار دارید که معمولا اون دیوریشن ماکسیموم 2 سال و مینیموم 1 سال هست و بستگی داره روی اون برگه LMIA چقدر نوشته باشه. مثلا اگر کارفرما درخواست 1 سال داده باشه، اون ورک پرمیت 1 ساله داده میشه. شما با این ورک پرمیت فقط اجازه دارید برای اون کارفرمای خاص توی اون لوکیشن خاص و توی اون پوزیشن خاص کار بکنید. بهش میگن ورک پرمیت محدود. اجازه ندارید جای دیگه‌ای کار کنید، حتی توی شعبه دیگه اون بیزنس هم نمیتونید کار بکنید. ولی اتفاقی که میفته اینه که شما وقتی ویزای ورک پرمیت میگیرید، همسر شما میتونه اوپن ورک پرمیت بگیره یا ویزای کار باز که ایشون دیگه هیچ محدودیتی نخواهد داشت و میتونه همه جا کار بکنه. بنابراین در نهایت شما اگر متأهل هستید خیلی جاها به نفعتونه.
چون آپشناتون زیاد میشه. بعدا میتونید از همسرتون برای اقامت استفاده کنید یا از خودتون. پس در نهایت اینه که ویزای کار یا حالا اینجا بیشتر مقصود ورک پرمیت هستش، از طریق جاب آفر میگیرید. اگر تو یک سری از مشاغل در استان بی سی 9 ماه کار بکنید، میخواین لای در رویتون باز بذارید، 9 ماه حداقل کار بکنید که مشاغل نیمه ماهر بهشون میگن، مثل کار توی بیکری، یه سری کارهای مربوط به مواد غذایی، کار توی سیستم هتلداری و توریسم، یه سری تراک درایورها، یه مشاغلی هستن که توی این کاتگوری جای میگیرن. اگر توی این مشاغل 9 ماه کار بکنید با لول زبان CLB 4 یعنی میشه آیلتس 3.5 تقریبا، خیلی خیلی آسونه. بعد از 9 ماه واجد شرایط میشید برای اقامت دائم. باز اینجا چی پیش میاد؟ اگر شما اومدید مثلا اینجا استودنت هستید، همسرتون اوپن ورک پرمیت داره، میتونین از این اوپن ورک پرمیت استفاده کنید، 9 ماه برید توی مشاغل نیمه ماهر کار کنید که پیدا کردنش اصلا کار سختی نیست و بعداً از طریق همسرتون اینجا برای اقامت اقدام بکنید. یک راه دیگه که بخواید تبدیل بکنید ویزای سرمایه گذاریه که این تقریباً فرق خاصی نداریم تو با کسی که از ایران اپلای میکنه. تنها تفاوتش اینه که شما چون که اومدین داخل کانادا بسیاری از روش‌های سرمایه‌گذاری نیاز به سفر اکتشافی یا اکسپلوراتوری ویزیت دارن و شما الان این مرحله رو جلوین. یعنی مثلا اگر تصمیم بگیرید سرمایه‌گذاری استان آلبرتا رو انجام بدید، میرید یه سر آلبرتا 3 روز 5 روز میمونید و میاید و اون اکسپلوراتوری ویزیتتون رو دیگه انجام دادین و امتیازش رو میگیرید. در مجموع این روش برای سنین 30 تا 60 سال مناسبه. تقریبا تمام استان‌ها روش سرمایه‌گذاریشون تا 55 یا 60 ساله، بالاتر از اون رو قبول نمی‌کنن. حداقل باید حتما دیپلم داشته باشید، زبان باید لول آیلتس 4 به بالا داشته باشید، یکم پایین‌تر رو هم قبول می‌کنن. داراییتون باید حداقل، با سالا تو استان‌های مختلف فرق داره، حداقل $500,000 باید باشه. حالا این 4 میلیارد تومان من میخوام یه توضیح در مورد این بدم. الان همتون میدونید که دلار خیلی اوضاعش بده. یه اتفاق مثبتی که وجود داره اینه که شما الان وقتی تمکن مالی میگیرید از بانک‌های ایران با نرخ دلار دولتی براتون میزنن. در نتیجه و اصلا کلا اسسمنتی که انجام میدید با نرخ دلار 3200 تومان براتون میزنن. بنابراین اگر که مثلا حدود 1.5 میلیارد میشه سرمایه‌تون، میرسه به اون $500,000. در صورتی که واقعیش رو بخواید نگاه بکنید باید 4 میلیارد تومان باشه. بین استان‌هایی که داریم الان بجز این 3 استانی که میگم، کبک، پرینس ادوارد و نیو برانزویک، بجز این 3 تا تمام بقیه استان‌ها سیستم سرمایه‌گذاریشون به این شکل شده که اول به شما ورک پرمیت میدن، 2 سال باید توی اون استان بمونید، بیزینستون رو ران بکنید و حتما 75% به بالا از مواقع اون طول اون 2 سال رو بالا سر بیزینستون باشید. پسیو اینوستمنت یا به اصطلاح خودمون که شما پول بدین و اقامت بگیرین الان نداریم کلا توی استان، فقط کبک بود که اونم اسما پسیو نیست ولی رسما هست و خب اون خیلی الان سخت شده برای ایرانی‌ها. خیلی پرونده‌های ایرانی‌ها رو قبول نمی‌کنن، بیشتر چینی‌ها رو میگیرن. دلیلش هم اینه که اثبات منابع مالی ایرانی‌ها خیلی سخته که از ریال اولش از کجا در اومده، به خاطر اینکه معمولا تو ایران کسی نه مالیات میده، نه چیزی ثبت میکنه، نه به کارمندش درست حسابی حقوق میده، هیچ. برای همین خیلی ترک کردن منابع مالی سخته. نهایتا این که مثلا استان BC شما اگر بخواید سرمایه‌گذاری کنید، مینیمم سرمایه‌گذاری داخل خود گریتر ونکوور $400,000، بیرونش $200,000 هست و باید حداقل $600,000 دارایی داشته باشید. استان‌های دیگه هم به همین شکل. نهایتا پرینس ادوارد و نیو برانزویک الان استان‌هایی هستن که باز آپشن‌های خوبی هستن و از بیس به شما کارت PR میدن. اگر سرمایه گذاری که قول دادید رو انجام ندید، تنها اتفاقی که میفته اینه که اون پولی که دیپازیت به استان دادید رو ازتون میگیره ولی PR-تون رو ازتون نمیگیره. الان مثلا ما پرینس ادوارد رو بیشتر کار میکنیم، به این شکل هستش که شما باید $283,000 در ابتدای کار هزینه کنید
200,000 دلارش ودیعه‌ای هستش که خود استان پرینستون از شما میگیره. از اون 83,000 دلار 50,000 دلارش هزینه‌های وکالت و ایجنت استانه، 33,000 دلارش هم هزینه‌های دولتیه. حالا وقتی که کاراتون رو انجام دادین، خیلی هم سریع انجام میشه، بهتون پی آر میده. اگر 1 سال داخل پرینس ادوارد زندگی بکنید، فقط زندگی، یعنی بیزینسی راه نندازید، 50,000 دلار از اون 200,000 دلار ودیعه رو به شما پس میده. اگر هم زندگی کنید، هم یک بیزینس به ارزش 150,000 دلار راه اندازی بکنید، اون وقت اون 200,000 دلار ودیعتون رو پس میده. یعنی در واقع خرج شما میشه 323,000 دلار اگر بخواید همه اینا رو با هم دیگه جمع بکنید. ولی خب برای کسایی که سرمایه دار هستن، تحصیلات آنچنانی ندارن، زبان ندارن و سابقه مدیریتی دارن توی ایران حداقل 2 سال، این میتونه مناسب باشه که خب روش‌های دیگه واجد شرایطی نمیشن. خب روندش هم به این صورته که شما اول استانی که میخواید رو انتخاب میکنید، بعد باید یک بیزنس پلان بدید. بیزنستون، اینو یادتون باشه، بیزنسی که میخواید راه اندازی بکنید باید حتما همون چیزی باشه که تو ایران انجام میدادید. مثلا اگر تو ایران کارخونه تولید گچ داشتین، نمیتونین بیاین اینجا رستوران را بندازید، باید همون کارخونه تولید گچ رو راه بندازید. باید یه بیزنس پلان بدین که این بیزنس رو کجا میخواین راه اندازی کنین، با چه شرایطی، چه نفعی برای کانادا داره و همه این چیزها. بعد از اون حالا بسته به اینکه تو کدوم استان هستش درخواست ویزای کار میدید. اینجا باز یه نکته وجود داره، شما وقتی که درخواست ویزای کار میدید، اگر که تو حالتی هستش که توی استانهایی دارید سرمایه گذاری میکنید که بهتون ورک پرمیت میدن، یه راه در رو اینجا هست. مثلا شما میخواید توی BC سرمایه گذاری کنید ولی نمیخواین واقعا این بیزنس رو راه بندازین و خب از این میترسین که بعد ویزای کارتون چی بشه. اینجا شما چون که ویزای کار میگیرید، همسرتون هم اوپن ورک پرمیت میگیره دوباره، بعدا میتونید از طریق اوپن ورک پرمیت همسرتون برای اقامت اقدام بکنید. اینم یه آپشنیه. و نهایتا دیگه حالا به امید خدا به اقامت دائم برسه. همین تمام توضیحات بود. اینا روش‌هایی هستن که شما میتونید ازشون استفاده کنید برای تغییر ویزای توریستیتون به اقامتی. یادتون باشه که تمام جملات یا عباراتی که این منور میشنوید با چاشنی زیادی از بازاریابی، همشون آخرش قراره به همین روش ها ختم بشه. چیزی خارج از این محدوده ما نداریم که مثلا شما بگین یه وکیلی من پیدا کردم که یه روشی داره، فقط 200,000 دلار بهش میدم، فردا به من کارت پی آر میده. نداریم، چون که یک قانون داره، نوشته شده چیا هست چیا نیست و بر اساس اون همه وکلا میتونن عمل بکنن. در نتیجه حتما دقت بکنید اگر میخواید برای آیندهتون تصمیم بگیرید. مهاجرت خیلی کار پر ریسک و پر هزینه‌ای هستش. مطمئن باشید که پاتون رو جای درستی میذارید و مطمئن باشید که این وکیلی که انتخاب می‌کنید ICCRC ممبر باشه، چون اگر ممبر نباشه بعداً از نظر قانونی هیچ جور راهی ندارید که بخواید ازش شکایتی بکنید، هیچ اقدام قانونی نمیتونید بکنید. و یک مسئله دیگه هم که خیلی مهمه، از نظر قانونی تمام اعمالی که شما انجام میدید بار قانونیش روی شما هست. یعنی اگر وکیل اشتباه انتخاب کنید و یک پروسه اشتباه اون وکیل برای شما انجام بده، اپلیکیشن غلط بفرسته، اطلاعات دروغ بذاره، شما نمیتونید فردا بگید وکیلم این کارو کرد من نمیدونستم. بار قانونی این مسئولیت بر عهده خود شماست و شما هستید که بن میشید و هزار تا اتفاق براتون خواهد افتاد. اشاره داره که یه آنتراکت کوچیک بدید سند یا تموم شد اصلا نه، بعد پرسش و پاسخ الان میتونیم یه 5 دقیقه 10 دقیقه آنتراکت داشتیم. بله بله. مرسی که گوش کردین. لطفا خودتون پذیرایی بکنید تا بریم سراغ پرسش و پاسخ.